میگی دختر جون؟ دیوونه شدی؟ ساغر تو خدا، ساغر اینطوری نکن، تو مادر منی. آره تویی. نه دخترم چی میگی؟ چطور تونستی بچه کوچیک تو ول کنی؟ چطور بشین؟ بیا ساغر بیا بشین. مامان تو مامان منی. آره تویی. ساغر مامانم نیست. ساغر آروم باش بلم کن. ساغر ماما تو بابای منی. چرا بلم کردی؟ چطور تونستی منو ول کنی بری؟ چطور؟ آروم باش ساغر آروم باش. بلم کن. داری چی کار میکنی؟ تو مادر منی. آره تویی. ساغر بلشون کن. خوشگلم من مادرت نیستم. ساغر نکن. آروم باش ساغر آروم باش. ساغر نکن کارا رو نکن. ساغر بلم نمیتونم پیداشون کنم. بلم کن جمره. چرا نمیتونم؟ چرا نمیتونم اونا رو پیدا کنم؟ چرا نمیتونم پیداشون کنم؟ چرا این کارو نکن. چرا نمیتونم پیداشون کنم؟ ماما جمره چرا نمیتونم پیداشون کنم؟ آخه چرا؟ مامان یعنی پلیس تا حالا رسیدن اونجا؟ کمال دستگیر کردن؟ من از کجا بدونم؟ ایلول فرید خانم باهات کار داره. بیا تو. فرید خانم با من کاری داشتی؟ بیا تو ایلول جون. اینطوری با ترس به هم نگاه نکن. من میخوام کمکت کنم. ایلول من میدونم که دیشب ناپدریت اومده بود خونه من. توپراکم دیده بودش. ما امروز رفتیم پیش مادرت باهاش صحبت کنیم. از عکسایی توی خونه شناخت. حتما اشتباه میکنه. همچین چیزی نیست. عزیزم تو هنوز برای تجربه این چیزا خیلی کوچیکی. بذار کمکت کنم. خواهش میکنم. باشه. فرید خانم میدونی اون شب یکی زنگ زده با ایلول کار داره. فرید خانم بگو بعدن زنگ بزنن. الان داریم صحبت میکنیم. گفتن خیلی ضروریه. باشه برو صحبت کن. بعد بیا. من منتظرم. چی شد؟ جمره تو برو. من میخوام یه خورده اینجا بشینم. خیلی خوب منم باهات میشینم. لطفاً درکم کن. میخوام تنها باشم. باش.
الو. من و لومیدی دختر آشغال یه بلایی سرت بیارم، وایسا نگاه کن. عمو کمال فردا صبح طلا رو بردار بیا جایی که میگم. اگه به پلیس چیزی بگی هم تو رو میکشم همون دوستاتو، فهمیدی یا نه؟ آره. از صبح تا حالا کجا بودین؟ رفته بودیم دنبال خانواده ساغر بگردیم. حالا تونستین پیداشون کنین؟ نه، ولی حال ساغر خیلی بد بود. وسط خیابون مثل دیوونه ها رفتار میکرد. باید میدیدی جلوی تک تک آدم ها رو میگرفت و میگفت شما مادر و پدر منین. الان کجاست؟ تو حیاط، گفت میخواد تنها باشه. من تمام روز پیشش بودم ولی نتونستم جای تو رو بگیرم. اون به تو نیاز داره. ایلول چی شد؟ صحبت تموم نشد؟ چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ نه، دوستم از مدرسه زنگ زده بود. آخه امروز امتحان داشتیم. خیلی خوب، بیا بریم صحبتمون رو ادامه بدیم. من حرفی برای گفتن ندارم. بازم ممنونم. سوگل، تو رو خدا تو هم منو بل نکن. تو رو خدا منو تنها نذار. تو تا آخرش بیخریش خودمی. اگه بخوامم نمیتونم ولت کنم. تو ساغر خودمی. آخرش هم هر جا باشی میای پیش خودم. من بلای جونم، نه ترسوام، بزدلم، ضعیفم، عروسک خیمه شب بازی نریمانم. شایدم به خاطر همینه که به خاطر همینه که چی؟ شاید به خاطر همین اخلاقم خانوادم ترکم کردن. حتما به خاطر همین بدیام ترکم کردن. چرت و پرت نگو ببینم. سوگل، تو خانواده منی. اگه تو هم تنها بذاری من میمیرم. نگران نباش، من هیچ وقت تنهات نمیذارم. چته؟ ببینین، میدونم از من خوشتون نمیاد. میدونم اگه دست شما باشه همین امروز از اینجا بیرونم میکنین. ولی واقعا نیازی به این کارا نیست. اگه شما میدونین خانواده ساغر کجان بهش بگین. منم بلافاصله از این پرورشگاه گورمو گم میکنم، پشت سرم هم نگاه نمیکنم. این چه رفتاریه؟ یه الف بچه میخوای با من معامله کنی؟ ببینین، اون امروز رفت